تقویت کنیم. یعنی دیوار در واقع چی باشه؟ یعنی در حقیقت چی؟ نیروی خمیشی مون دیگه، درسته؟ الان نگاه کنید عمودی اجرا شده، درسته؟ نکات شما بگم که پرسش و پاسخ نباشه. ما اگر طول دیوارمون 4 متر بیشتر باشه میایم یه المان یا والبوس اجرا میکنیم. در کجا؟ در وسط یا در گوشه ها. مثلا اینجا هستش. این گوشه رو اگه ببینید این بغل اجرا میکنیم. سازه رو در حقیقت یه درزن قطعه میدیم بین این دیوار و المان سازه‌ای، چون این دیوار باربر نیست. المان باربر و سازه‌ای ما تیر و ستونام میده. پس در نتیجه این نباید نیرو رو ستون بازم و اصلا منطق این ستون رو دیوار نیرو وارد نکنه. همون اتفاقی که زلزله کرمانشاه افتاد. یه زلزله اولیه اومد، زلزله دوم دیوارا ریخت یا نماها ریخت، مردم چیز شدن. و همین خاطر یه درزی به وجود میاد، 1/100